به من مشکلات ها ضیاف است. خداوند اجر نصیبتان کنه، خداوند پدر مادرتان ببخشه، جان خداوند دیگه پشتیبانتان خدا باشه، در دنیا و آخرت خواری را نبینید. اگر نه یک ماه پیش میپختم این میسینگیری و این تختا، اه. ما بسیار روزم بعد شد، گرده درد بودم، فشار بالا، با دیگه نپختم. بال خود از خودم میپزم دیگه. یکی بچگه که دیگه است وام خود دیگه نمیدمی خانه شده و سنش این دو تا خانه است ماست. ها 3000 میدیم دستشام از این میجه نیست مایوب است. ها در کراچی نمی کراچی را آورده گلپی مانده، فروختم میشه میزنن میدواننش. اه. اینجا کراچی را لیجا آورده. اگر دمو کمک کنی بیخی بخشتان خودی خو میره اگر خب بگویی که مادر من خدا ببخشه که مرا این درس مانده، تعلیم آه. تربیت داده، اینا که نمان بینانی بیایی مرا کی میبینه؟ سبا روز با میگن که تو چی کردی؟ در مادر بودی دایی چی کردی؟ آینده ایره چی می خیر کردی؟ ببینیم مادر به جان خاطر این مقه خی که گشنگی را خدا میبره، لوچی را میبره، آینده تا فکر کنه که عزیز شوی. ما خو روز خوبش ندیم، شما خو ببینید. سلامونه دوستانو ستړي مسئ خدای دې کې جوړ روغ او صحتمند اوسئ په دې یخه هوا کې ټول فامیل سره مو ښه او جوړ اوسئ. دوستانو موږ د خپلو د کومکونو په ترڅ کې نن راغلي سو یو فامیل څه ډېر مشکلات سره دوی سردشار دي. البته دوی هغه کور مشر یا پلار د سرطان په ناروغۍ اخته و، هغه د دې دنیا نه تللی ده، خدای پاک دې هغه دنیا ورته ښه کړي. نو موږ راغلو دوی کور ته، دوی هغه نږدې دوی حالات وینو، انشاءالله هغه څومره وسه چې زموږ رسیږي موږ به هغه وکړو. مننه چې د فواد نادري چینل سره هستئ دوستانو. فواد نادري ستاسو خدمت کې ده. هغه دوستان هم چې غواړي کومک وکړي، زموږ واتساپ شمېره لاندې شته ده، په دې شمېره موږ ته مسیج وکړي، موږ انشاءالله د هغوی کومک په ښه توګه ورسوو. او دا کومک هم کربلایي صاحب له جرمني هېواد نه موږ ته رالېږلی ده او ویلي دغه فامیل ته ورسوه. موږ به د هغوی امانت دوی ته ورسوو. زموږ چینل ته سبسکرایب کړئ او لایک کمنټ هم له یاده ونه ځي، تر څو موږ اوسو کولی شو ښې خپرونې او داسې کومکونه کورنۍ ته ستاسو په مرسته موږ ورسوو. نو موږ اوس دروازه ټک ټک وګورو چې دوی شته دي کور کې او که نه، بیا دننه به ورسو. سلام علیکم بچه، خوب هستی؟ بخیر؟ صحتمند؟ جان و جور است؟ بخیر هستی؟ صحتمند؟ نام چی است؟ نور آقا. نور آقا جان. نور آقا جان خودت یکی از دوستا دیده بود، آدرس داد، کربلایی صاحب یک امانت بر ما داده، گفتی رو نور آقا جان تسلیم کن. گفتیم صحیح است، یک بار ما میریم پیشش از نزدیک. صحیح است؟ ما یک چکر خانه اجازه است؟ بیا. خب کس نیست؟ ببین کس نباشه. کس نیست؟ خب بیا یک جای میشینیم. کجا بشینیم؟ همینجا بشینیم. دوستای عزیز بازم خوش آمدین. فواد نادری در خدمت شماست. امروز ما با او فامیلی هستیم که در یک سلسله مشکلات یا سرگیر بدن و تشکر میکنیم از جناب کربلایی صاحب که یا همکاری کردن و ما هم کمک و همکاری از وره که از کشور جرمنی البته یا همکاری کردن و تشکر میکنیم که با همدردی میکنن با هموطنای خود. میراغا گفتی نامتنه؟ میراغا جان. میراغا جان ندیده بود، باز به ما گفتن که این جوان با ما پیدا کو، من انشالله همکاری میکنم. باز ما پالیده بالاخره، چون شماره تماسی هم نبود، بالاخره از موقعی که ما با ما گفته بود و پرسان کردیم، بالاخره پیداش کردیم خوشبختانه. ما آمدیم همراه مادر جان میراغا نه؟ میراغا. خب صحبت های یاد داشتن. مادر جان چطور هستین؟ شکر. چطور همراه زمستان؟ همراه زمستان دیگه زغال چیزی نداریم، از چوب استفاده میکنیم دیگه. دم فلال دیگه چوبمون خلاص شده، این هر چی که بگیر میسوزانیم دیگه. کل اشتکای ما مریض هستن، صندلی ماندیم، یک بوجی زغال گرفتیم خلاص شد، حالا از چوب استفاده میکنیم. از همراه زمون نانم پخته میکنم که به خاطری که نانم هم شوه، یعنی یک تام که یک ذره خمیر میارم میپزم که باش که از همون پیسه به من شوه، قکرای خانه شوه، قدگه دمشتکای میاکسیزی شوه
دیگه چیزی آرگو برگو نداریم. خب یعنی بعد خانه دیگه هم شما نان میپزین؟ دیگه یکم تا که خمیره میاره به خاطر این فشار بالا دارم جواب میگم نمیتونم همه نان خود به سختی میپزم شما را نمیتونم جواب دادم شانه اگر یک ماه پیش میپختم این میسینگیری و این تختا ما بسیار روزم بعد شد گرده درد بودم فشار بالا با دیگه نپختم بال خود از خودم میپزم دیگه. چند تا اولاد داری مادر جان؟ دیگه یعنی 2 تا کلان هست 3 تا خورد که خودم مینم. خب یعنی 5 اولاد داری؟ خب 6 نفر هستین در خانه دیگه. چیکار بچه که تو کراچی داره و بچه که دیگه چیکار میکنه؟ کراچی. خب پدرشون میگه خدا بخشد پدرش دیگه در این فجاری چه شده که دانام داشته زیاف روز بدی میکرد و دیگه این فجاری که شد دیگه در شفاخانه بود با گار شده بود که آوردنش وام از این مرضای بد کشیده بود با کو توری شده دیگه این خدا را سیلی نمیاره یک کسی نسو پیدا میکنن میارن در مکتب هم شاملشان کردیم فیس مکتب میتردن میگم ندارم با خاطر امیت چین کردن 700 و 800 میگرفتم بعضی 500 گفتن گفتم اگه دانست میتونم با دیگه کس که دسترشون اومد هیئت گفت که حضرتی ما خو نمیگیرن چرا شما میگیری بعضی ها رو نگرفت دیگه. خب صنف چند هستی میرا آدم؟ صنف 3 صنف 3 صنف 3 بنوی شاملشان کردیم دیگه 1 سال میشه. چطور چند نمره هستی باز؟ ما چند اول دیگه اول نمره هستی؟ ماشاءالله در ساخت تکل هستی؟ این روزا مادر جان اکثرت مشکلات های زندگی است تا بالا زندگی تا بالای خود داره هر کس یک مشکلات یک دوره تیر میشه انسان. خب بخیر اینم میر آقا جان است بچه بیادر دیگه چی نام داره؟ امید. اینی بخیر جوانا کلان شدن یک گپی خوشی است مادر جان که من خوش شدم زیاد سری اولادکای درس میخونی درس میخوام میگم خیر سختی تیر میشه بله این جای بسیار خوشی است انشالله آینده از جا روشن است چرا یا از حال زحمت زندگی رو یاد دیدن تجربه تلخ زندگی رو دیدن انشالله یک تجربه خوبی از زندگی می داشته بود. پدرشم 2 تا زن داشت اینا با ما تو خدمت خوبش نمیکرد حدیثی که خدمت خوبش میگه این از در همسایه‌ام که پرسان میکنی بکن با اینجا خوار ما همشیریم تلویز ما بیا اینجا نامپزی که یک کاری کشت کایت در مکتب بابا که تو راسته زیده سنباق چی میکنی ششتی من خستم آمدم اینجا گفتم خدا دیگه یک رد روشنی کن مقاریه که دمی ما چه مشناشی بخچه که چاق در پیش چی هسته اون پیش موترا همون کمبخت دیگه اوم در پی موترا استاد هسته همون پشتیبانی هم میاره میکنه خداوند خیرشان بده خداوند اجرشان بده در سایت بخوان میره آقا جان مادر تخو میبینی یعنی بچی زحمت شما را پشتیبانی تان است این زحمت های مادرتان رو به جای نکنید دعای مادر که پشتان باشه انشالله شما هیچ وقت خوار نمیشه خیر این سختی زندگی تیر میشه انشالله این تا روشن است یعنی این وطن به شما ضرورت داره سختی به خیر تیر میشه فقط در سایت همراه امید جان بخوان و سرپرستی این فامیل خودت بگیرین انشالله بخیر یک روز شوه که مادر سرتان افتخار کنه مثل کامیال سرتان افتخار میکنه خوش است نه کامیاب باشی میر آقا جان انشالله مادر شما هم خوش باشین خیر ببینید یک امانتی که به ما کربلای صفر روان کرده او ما تسلیم شما میکنیم انشالله دوستایی که ویدیو شما را میبینن ما آدرس و یا شما را گرفتیم آمدیم اینو دیدیم وضعیت دوستان میبینن که به کدام وضعیت قرار دارن کسای دیگه که همکاری میکنن انشالله و امانت شما را انشالله ما میاریم براتون به دستان میتیم به خوبیشان و اگر خودشان خواستن که براتون به دست خود کمک کنن انشالله ما آدرس و شمارهتون میتیم باز خودشان بیارن دوستای عزیز انشالله فامیلایی که بی بضاعت است همکاری کنن کم از اجر نیست و خصوصا کسایی که باز این شکل سر اولاداش کوشش میکنن درس بخونن آینده روزا میگیرم چین نفل میمیل دیگه این قمیدیم هم درد میکنه روزا میگیرم خداوند اجرش بده مادر مگم شما روز کنم انشالله آیندهش خوب است به خاطر که شما را یک مادر موفق و یک مادر داره که بسیار یعنی مادری که از اولادا پشتیبانی کرد و مثل یک کوور پشت از وایس شد انشالله او مادر بسیار باز کم کم پیدا میشه یا انشالله آیندهشان خوب است فقط شما میخواید کنین که قدر مادر بفهمین و هیچ وقت هیچ گپی ازی تیر نشه که سبا روز بخیر جوان شوین باز زن بگیری بگی نه مادر ما تو نمیشناسم ها
عشق نکنید. خب ان شاء الله او روز نمه موفق باشیم میر آقا جان. ما امانت مادر جان براتون تسلیم میکنم و دوستای دیگه اگر خواستن با امرتون کمک کنن. اون موجه یکی می بچگه که دیگه است وام خود دیگه نمیدم خانه شته و سنش دو تا خانه است ماست 3000 میدیم دستشام از این میجه نیست مایو بس در کراچی نمی کراچی رو در گلپی مانده فروختم میشه میزنه اینجا کراچی را لیجا آورده اگه دمو کمک کنی بیخی بخشتان خوب میشه. خب ان شاء الله ما این از این میجه لامبرش بریدن دین دست شاسپاندین دست بیخیم تو رفته بود ان شاء الله کسایی کمک میکنن ما مادر جان شما آدرس صفا میدیم اگر خواستن چیزی که در توسط توانایی ما است ان شاء الله ما میکنیم همراهش و ما ان شاء الله کوشش میکنیم که یک برنامه به خصوصا به اولادای در بخش تعلیمش داشته باشیم دوامدار که میا بتونن یک برنامه داشته باشن که یعنی حداقل مصارف مکتبش و درسی که میخوانه بسیار به فکر آرام بخونن. ان شاء الله کوشش میکنیم که زمین رو ماشه مساعد کنیم. احتیاجی خمیر اگرس خب بگویی که مادر ما خدا ببخشه که مرا اینا درس مونده تعلیم تربیت داده اینا که نمان بینانی بیایی مرا کی میبینه سبا روز با میگن که تو چی کردی در مادر بودی دایی چی کردی آینده ایره چی خیر ببینیم مادر جان به خاطر اینا مقه خی که گشنگی را خدا میبره لوچی را میبره آینده تا فکر کنه که عزیز شوی ما روز خوبش ندیم شما خب ببینید خیر ببینیم مادر جان یعنی یک مادر موفق اینمی باشه. خداوند خیرتون بده خداوند اجرتون ان شاء الله ما هستیم کوشش میکنیم که کمک های بیشتر هم بتونیم ما چون امی هر اولاد از تربیتش معلوم میشه. میر آقا جان ما که امروز اولم کش گپ زدم بعد از این امروز آمدیم یک بچه معلوم میشه که واقعا یک تربیت درست داده شده دیگه این کلش زحمتای خودتان است یا در کراچی اینمی نکنی آینده تان خراب است میگه چطور کنیم دست کی سیل باشه اینمی که به اولی دست خود پیدا میکنن خیر کم از زیاد است از اینکه از کوچه و بازار و یا از بخش سلام مسائلی که مثلا جامعه هم نقص داره با او تمام میشه. اینمی خوب است که به دست خود یک رپا و نیم رپا پیدا کنن. دو تا آخر ترکایش اسفندی میکنن میزن مشان نکنه که نبرن تا طالبا کنم سبندی تا نکن ما کجا بپالم به شرط مخصب ما مینم تو گده بگد است اعصابم نارم است حدیث که نکو بکو اتین داری عکسا ای سر سویدا دیگه سا ای کرای خانه که میاد اثر من نپول خمری آمده دلت هر رقم میشه این استعمار به ما بته که نمیتی برای برو چند کرام میتونی جنن 3000 و ان شاء الله خدا مهربان است. ما هم امانت کربلایی صاحب به شما تسلیم میکنیم مادر جان. کربلایی صاحب مبلغ 7000 افغانی روان کرد. خب 7000 افغانی روان کرد گفیر امانت برسونه. خداوند اجر بده برشان. تشکر از اینکه درد هموطن خدا درد خود حساب میکنن. خداوند نجیب اجر نصیب خودتون کنه. 1000 به یاد خدا باشی. 2000 اینی هم 3000 4000 اینی هم 5000 اینی هم 6000 اینی هم 7000 خیلی مادر 7000 افغانی 7000 افغانی تسلیم شد از طرف کربلایی صاحب و از طرف که توسط چنل فواد مدیری شما آورده شد. ان شاء الله یک چیز کمی از خداوند یک چیز ابتدایی و میشه که مشکلات زیاف است. خداوند اجر نصیبتان کنه. خداوند پدر مادرتان ببخشه. خداوند دیگه پشتیبانتان خدا باشه در دنیا و آخرت خواری را نبینه. بیاد زنده باشین مادر جان. خداوند شما را صحت نصیب کنه. یک روز بخیر بیایم که میر آقا جان بخیر همینطور یک جوان نیرومند و یک جای ببینه که وقتی دیگه ما حتما دیگه باز میسفید میشین دیگه نه حداقل بگه که اینا بخیر یا یک جای استاد بسیار خبیر یا یک جای کارمند دولت بخیر یا یک بخش دیگه ان شاء الله روز ببینیم بخیر. فقط یک چیز میگم میر آقا جان که درسای تا هیچ وقت خیانتی نه یکی درس و دیگه گپ مادرت هیچ وقت دیگه طرف نری. چیزی که مادرت میگه ان شاء الله تو در زندگی خور نمیشی. میگم بره درس بخونی نکنیم کراچیوانی را میگن نکنیم چی بخوریم دست کی را سیل باشیم بریم نه ان شاء الله می کار که میکنن از گدایی کردم میگه خیلی کراچیوانی ما خوبه بعد دست خوب پیدا میکنن. مادر جان خوش آرام باشین. خداوند شما را صحت بده آرام باشین. خودتون خوش آرام باشین. تو هم دیگه درسای تو میخونی. خب تو چیزی گفتنی داری؟ نه. خب نه خیر. با کربلایی صاحب چیزی گفتنی داری؟ نه. خیر ببین.
دیگه درسایت بخونی. صحیح است؟ میخوام. انشالله موفق باشی. دوستای عزیز تشکر میکنیم از شما که تا این دم با ما بودین. تشکر از اینکه با چنل فواد نادری هستین. چنل ما رو دوستای عزیز سابسکرایب کنین، لایک کامنت یادتان نره، شیر کنین و دوستایی که میخواین کمک کنن واتساپ نمبر ما در هستن پیام کنن. انشالله به این شکلی که امانت دوست ما رو آوردیم انشالله امانت شما هم میرسه و یا هم خواستم بعد از خود کمک کنین ما شما را آدرس می داشته باشیم به شما میتیم اونا بعد از خود انشالله یا دوست کسایی که شما روان میکنین لازم میبینین انشالله روان کنین همکاری کنین. تشکر از تک تک شما. تا برنامه بعد که بازم مفاد نزدیک در خدمت شما قرار میگیرم. تمام شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز میسپارم. خداوند یار و مددگار همه شما.